بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خانمای عزتمند، زندگیمون پر از نور، برکت، حکمت و هدایت خداوند از فضلش. امیدوارم که یه دور همی خیلی شاد، پر حکمت، پر از اتفاقات خوب داشته باشیم. من اول خودم رو معرفی کنم. من ملیحه خونساری هستم، مدرس همسرداری ملیح و مدرس قوانین عالم تحت الفهمی. یعنی یه سری چیزایی رو متوجه شدیم توی زندگیمون، به کار بردیم و دیدیم این چقدر جوابه. حالا بر مبنای احادیث بود، بر مبنای دوره‌های روانشناسیه، بر مبنای آموخته هایی که در کتاب قرآن و تورات و انجیل بوده. هر کدوم همه اینا رو کنار هم گذاشتیم، عملی انجامش دادیم، دیدیم که این پاسخ خیلی از مسائل زندگی ما و راهگشاه، و تصمیم گرفتیم که اینها رو با شما هم به اشتراک بذاریم. آمین که همه ما از صالحان باشیم و مسیر زیارت الهی رو در کنار هم به آسونی، با عزت، با شادی، با خرسندی طی کنیم، چون خداوند گفته بالاترین درجه تقوا مال کسایی که خرسندن، راضی‌ان به مقدرشون، شاکرن، کیف میکنن تو این دنیا، لذت میبرن. آمین که ما جزو اونایی باشیم که خدا بگه این خوب کیف کرد، این خوب متقی شد، احسن به تو، خوب لذت بردی، فهمیدی قاعده این عالم چی. الحمدلله کما هو اهله. خب بنده تصمیم داشتم که سبک دوره رو از همون اول ببرم روی چیزی که میخوام، روی آموزش جدیدی که میخوام. اما پیش خودم فکر کردم خب یه سری اصلا از بیس یه سری قانونا رو بلد نیستن. شاید اولین بار باشه تو دوره ما دارن شرکت میکنن و یا نه. خب یکی از دوستانشون بیاد بگه من رفتم دوره عزت نفس فلان استاد، اونجا مراقبه داشت، اونجا اینو داشت، اونجا اینو گفت، و شما پیش خودتون بگید وای ما چی از دست دادیم، چرا نرفتیم اون دوره رو شرکت کنیم، اومدیم این دوره 300 تومن دادیم تو این دوره شرکت کردیم، وای بر ما چقدر ما مثلا خسران دیدیم. بعد تصمیم گرفتم که اول بیس ها رو بگم ولی روش خیلی مانور ندم، بگم این کار رو باید انجام بدیم و انجام بدید و در طول دوره اینا رو لحاظ کنید، چون اینا خیلی مهمن و میتونم بهتون قول بدم در قالب دوره ها همچین چیزهایی گفته نمیشه، همچین نکات مهم، اساسی، اما بسیار ساده. قاعده این دنیا ساده، روشن و واضحه، اما ما انقدر دوست داریم همه چیزا پیچیده باشه، انقدر چیزای عجیب غریب باش کیف میکنیم، به خاطر همین چیزهای ساده رو خیلی جدی نمیگیریم و متاسفانه تو زندگیمون عملی نمیکنیم. خیلی چیزا رو بلدیم، یعنی شاید من الان یه سری موارد رو بهتون میگم، همتون میگید آره اینو بلدم، اما آیا در زندگی ما اجرایی شده، عملی شده؟ بعید میدونم. فکر میکنم شاید 90% ما این اصول ساده رو تو زندگیمون اجرایی نکردیم، چون خیلی ساده است، چون انقدر ساده است که ما نادیده میگیریم، انقدر آشکاره که ما نمیبینیم. مثل خیلی از خوشبختی هایی که به شدت آشکاره، خیلی از درمان هایی که انقدر ساده است که ما پیگیریش نمی کنیم، مثل ورزش کردن، مثلا ورزش های کششی، چقدر ساده است ولی ما انجامش نمیدیم چون خیلی ساده است. ما حتما باید بریم یه دوره پیلاتسی، یه دوره خیلی عجیب غریب، یه اسم مثلا خیلی خاص داشته باشه و احساس کنیم وای باید بریم الان چقدر پول بدیم، باشگاه بریم یکی اینا رو به ما آموزش بده، در حالی که حالا اگه مثلا بگن که خانم ها برای همه ما لازمه که به طور ساده فقط حالت مثلا 4 دست و پا کمرمون رو بالا پایین کنیم، این باعث میشه که رحم ما عقب جلو بشه، یعنی سر جای خودش قرار بگیره، افتادگی رحم پیدا نکنیم. همین تمرین رو 5 دقیقه در روز انجام بدیم کلی به بدن ما کمک میکنه، به سلامت بدن ما کمک میکنه، اما قالب ما انجامش نمیدیم متاسفانه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. خب یه موضوعی میخواستم بگم. بنده دارم دوره عزت نفس و همراه با خانم جباری پربرکتمون برای شما تدریس میکنم. شاید یه قسمت‌هایی از مباحثی که به شما آموزش میدم و خودم جدی نگیرم، منم آدمم دیگه، ناکاملم، تنبلی‌ها و اهمالکاری‌های خودم رو دارم.
لطفاً به خاطر اینکه من کار درست انجام نمیدم فکر نکنید اون کار درست نیست. کار درست انجام بدید حتی وقتی گویندش عامل نیست. با اینکه خودم جزو کسایی هستم که سعی میکنم همیشه قبل از اینکه یه مبحث یا آموزش بدم خودم اونو در زندگیم تبدیل به عادت کرده باشم، اما آدمم، ناکاملی هامو دارم، بازم تکرار میکنم. پس به صرف اینکه من احتمال اشتباه دارم خواهشاً از حرف خوب ما سرسری گذر نکنید. ممنونم. لطفاً مقید باشید به عملی کردن این داستان ها. متاسفانه تو دوره های قبلم گفتم یکی از چیزهایی که فساد میاره، فساد ذهنی برای ما میاره، اینه که یه علمی رو بلدیم عملیش نمی کنیم. برای همین همش مثلا جایی میشنویم میگیم اینو بلدم. بابا من اینا رو شنیدم، من اینا رو خوردم، من اینا رو واردم، اما آیا یک دونه از اونها تو زندگی من عملی و اجرا شده؟ نه. مثل کسی میمونه که تئوری پخت حلیم و بلده، تئوری خیاطی و بلده، ولی آیا یک بار پارچه برش زده؟ نگاه میکنه میگه من بلدم، من اصلا نگاش میکنم میفهمم چجوری لباس عروس بدوزم، مزون میتونم بزنم، حالا یه پارچه ببر، یه دوتا کوک بزن. ببین این دستا باید مهارت پیدا کنه. به صرف اینکه مغزم یه چیزی رو میدونه دستم مهارت پیدا نمیکنه. دست من برای آشپزی، دست من برای خیاطی باید مهارت پیدا کنه. حالا وجود من برای پیدا کردن عزت نفس به یک سری آگاهی احتیاج داره، به یک سری عمل کرد. ذهن من، قلب من و بدن من باید همش رو اینا رو هماهنگ انجام بده. پس خواهشاً نشید بگید بلدم. آفرین، خوش به حالتون که بلدید. عملی کنید، عملی کنیم. مخاطب اصلی همه دوره هام خودم هستم. بیشترین چیزی که یاد میگیرم خودم یاد میگیرم. آمین که همه ما از صالحان باشیم و در پناه هدایت خداوند در دژ و قلعه امن اون. آمین. با یه بسم الله و یا علی بریم سراغ آموزش ها. یا علی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دوره رو شروع میکنیم با یک تمرین ساده بسیار مهم که متاسفانه در زندگی روزمره ما یکم اهمیتش کم شده و ما مثل مامان بزرگامون الزام نمی کنیم خودمونو که این مبحث رو رعایت کنیم. حالا مبحث چیه که انقدر مهمه و باعث میشه که خیلی از قفلای زندگی ما باز شه؟ باورتون میشه خیلی از گرفتاری های ما، خیلی از بسته شدن های امور زندگی ما به خاطر این موضوع. یه موضوعی که گذشتگان ما خیلی بهش اهمیت میدادن. خب حالا موضوع چیه که از شما هم انتظار دارم بعد از شنیدن این صوت زندگی و شرایطتون رو بررسی کنید و اگر تو این زمینه احتیاط لازم رو ندارید اقدام کنید. موضوع طهارت خونمون. موضوع چی؟ پاک و نجسی. تو زمانهای گذشته ما بزرگای ما خیلی به پاک و نجسی اهمیت میدادن. ببینید مبحث چیه؟ مبحث پاکی و نجسیه. جمع و جوری رو نمیگم. خونه جمع و جور نیست، اوکی. بچه کوچیک داری اصلا لزومی نداره خونه خیلی جمع و جور باشه، اما خونه باید پاک باشه. تو گذشته های ما اگر یه وقت بچه خونه رو نجس میکرد، فرشی نجس میشد، پاکش میکردن. به هر طریقی بود اون پاکی رو به اون فرش، به اون مبل، به اون پشتی، به اون کف زمین بر میگردوندن و خیلی بد میدونستن که ناپاک باشن. یعنی به لباس لکدار خیلی اهمیت میدن. یه وقتا مثلا ما تو دورای خانمانمون اهمیت نمیدیم، میگیم حالا مثلا لباس زیرمون، شورتمون حالا نجس شده، لک شده، خیلی مهم نیست، حالا اون زیره دیگه خوش شده، مثلا پس نمیده به بقیه لباسم، اهمیت نمیدیم. در حالی که این خیلی مهمه. خانم ها اگر شلوارتون لک میشه، اگر
لباس زیرتون لک میشه، خواهشاً سریع تعویضش کنید. با لباس نجس راه نرید. نگید حالا بذار مثلا پریودم تموم شه بابا بعدش لباسا رو میشورم. بشورش. نوار بهداشتی رو تون عوض کن. اسراف نگو. اسراف این هنوز مثلا کامل پر نشده. تون عوض کن. تهش اینه که تو سال مثلا تون عوض کنی میشه 3 تا نوار بهداشتی. تو سال، تو 1 سال 3 تا نوار بهداشتی میخواد اضافه تر مصرف کنی. ولی این به پاک و نجسی ما خیلی مربوط میشه. به قفل و بست زندگی ما، به عزت نفس ما خیلی مربوط میشه. کسی که خونش پاکه، خودش پاکه، عزت نفسش بالاتره. چرا؟ چون عالم ملکوت بهش کمک میکنه. ما قبول داریم که عالم غیبی وجود داره. کسی که پاک نیست غیب بهش کمک کمتری میکنه. کمک میکنه، عالم غیب همیشه داره به ما خدمت میکنه. ما میخوایم نیروهای پنهانی و نیروهای مسلم این عالم که داریم میبینیمش به ما خدمات بده. خدمات دادن و عزت نفس گرفتن مستلزم اینه که بس اولین گزینش من پاکی و طهارت داشته باشم. اتاق من طهارت داشته باشه. اتاق خواب من طهارت داشته باشه. حالا ما توی دوره قوانین زوجین راجع به طهارت ذهن و اینها فرمولاش گفتیم. اگر در مورد طهارت ذهن مشکل دارید و بار اولی که تو دوره ما هستی یا دوره قوانین زوجین رو نشدید، حتما بعد از این دوره قوانین زوجین رو تهیه کنید. مبحث استاد حسن‌زاده آملی، تکنیک باطل، اینا خیلی مهمه که ما طهارت ذهنی داشته باشیم. ولی خب الان مبحثمون طهارت ذهنی نیست، طهارت بیرونیه. طهارت بالش رو تختی و ایناست. خواهشاً ماهی 2 بار رو تختیاتون و متکهاتون و همه رو بشوریم. بازم با خودم هستم. مثلا رو بالشی بگیرم یا خودم بدوزم، هرچی 2 هفته یه دفعه اینا رو عوضش کنم یا حالا هفته یه دفعه عوضش کنم. توی زمانهای گذشته خیلی اهمیت میدادم به اینکه وقتی همخوابی میکنی یه سری حالا موادی از بدن هر کدوم از زن و مرد دفع میشه. اینا باعث میشه که این بالش رو تختی و اینا نجس بشه. یا اصلا عرقی که بعد از همخوابی آدم داره روی متکا میخوره، اینا باعث کراهات میشه. نجس نیست اما باعث بست میشه تو زندگی. میبینیم حالمون اونطوری که باید شاید خوب نیست. دیدید مثلا بعد از خونه تکونی عید چه کیفی آدم میکنه، اصلا نگاه میکنه همه چی کیف میکنه. خیلی خب چرا همه خونه است که چرا آخی شد. ولی وقتی پرده ها رو میشوری، بالش متکا رو میشوری، یه حظی میاد. اصلا انگار بعد از اینکه میشوری یه لذتی میبری، خوابت راحت تر میشه. درست شد؟ اینو متوجه شدیم که بعد از اینکه ما بالشا و رو تختی و اینا رو میشوریم راحت تر میخوابیم، با لبخند میخوابیم، با نشاط‌تر میخوابیم. حالا این خودش یه سیستمی داره، یه انرژی میده. انرژی های ما بعد از همخوابی روی تخت ما اثر میذاره، روی بالش و متکای ما اثر میذاره و وقتی ما این شستش رو بهش اهمیت نمیدیم، حتی اگر میگم هیچ موادی روش نریخته باشه ها، نجس نباشه، عرق کردیم، اینا روی این انرژی ما، روی این بالش متکا اثر میذاره. لطفا اینا رو تون بشورید. اینها باعث میشه ما از نظر فرکانس انرژیک بالاتر بیایم. فرکانس من بالاتر بره، عزت نفس من بالاتر بره، حالم خوبه، اصلا همینجوری مثلا احساس خوبی دارم، احساس میکنم چه من شیکم، چه با کلاسم، چه زنیت دارم. بازم تکرار میکنم، ما نمیخوایم تبدیل شیم به خرمالای خونه. اصطلاح راحتشو گفتم که دیگه هی توضیح نخوام بدم. ما میخوایم تبدیل شیم به آدم‌هایی که پاکن. من نمیخوام شما 24 خونه رو جمع و جور کنی. میخوام خونت فقط پاک باشه. میخوام وقتی پریودی لباستو در بیاری بشوری. میخوام لباسی که باش همخوابی کردی رو باش راه نیافتی بری بیرون، اون لباسو بشوری. اوکی؟ اینا خیلی اهمیت داره و به ظاهر چیزی نیست که آقا این لباس نجس نشده که، ولی
بدن تو توی اون لباس بوده. پس یه سری قاعده ها قاعده انرژیه. برای امروز لطفاً بررسی کنید رو تختاتون و همه اینا رو، نه به شکل اینکه وسواس بگیریم، یه چیز دیگه منفی دیگه به خودمون اضافه نکنیم. بازم تکرار میکنم، ما دنبال جمع و جور کردن نیستیم. خداوند گفته چی؟ گفته که پاک باشید، نگفته خیلی اهل جمع و جور باشید و هی یک سره این برا این بکش با مبل بکشیم بر اینو اونطوری کن. نه، اونو نمیخوایم. پاکی، طهارت. حالا یکی میاد میگه خانم خانساری من فرشم مثلا نجس شده، میدونم نجسه، شوهرم نمیده بشوره. این موضوعی که تو باید بتونی حلش کنی، مهارتیه که باید بتونی کسبش کنی. مرحله اول، من میخوام این فرش پاک بشه. خدای تو دوست داری پاک بشه، پس کمکم کن مسیر برای پاک شدن این فرش مهیا بشه، مسیر برات باز بشه. تو بخوا. شما هی نیا بشی میگو شوهرم نمیذاره، گرونه، اینکه اونکه. من میخوام این پاک بشه. چه میدونی مسیرش چطوریه؟ خداوند مسیر رو برات باز میکنه. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. من از اون هدایت میخوام برای پاک شدن این، و باور دارم خداوند به هر واسطه ای میتونه این کار انجام بده. پس من رها میشم، آرامش میگیرم، هی ترس از پول و نبره فرشم رو خراب کنه و فلان و بیسار و هزار یک قصه رو برای خودم نمیچینم، اما از خداوند طلب پاکی و طهارت میکنم. اون بلده چی کار بکنه. کاش که من از سر راه خدا کنار بیام. پس به بررسی های امروزمون میرسیم و امیدوارم که امروز روی متکا و بالشا و اینا رو همه رو عوض کنیم و یه حال خوبی به خودمون بدیم. آمین. در پناه هم.